سیامک خرمی هم رئیس سبک کیفیسا MMA فدراسیون بشر. بازی قبل من باید یه آهنگ شیطان پرست اومد تعریف کنم. یه ترسی تو وجود ما اومد، به حال طبیعیه. 3 2 1 فایت. یه دفعه از اون اتاق سیاهی که رد شدیم اون مدایی پخش شد. اصلا این خدا شاهده، اصلا برگه میگن یه دفعه برگه برمیگرده، برگه برگشت. من بازی قبلم شب تاسوعا بود دیگه، این بازی افتاد شب تولد هستم. اصلا همه چی چین میشه. ماشاءالله استاد، ماشاءالله استاد. من فقط با ذکر حسین اینطوری میشه، هیچی دیگه اصلا چیزم نمیکنه. یعنی اصلا اونطوری که باید میزونم نمیکنه. این واسه برای خودم جالبه. اونجا قبل از بازی لبای من ترک خورده بود، چون من 10 دقیقه قبل اصلا برنامه چیدم که بازی کنم، یعنی اصلا بدون هیچ تمرینی. ولی اونجا فضایی بود که بعد پرچم موسی میرفت بالا. فقط تو ورزشه که بی‌حاشیه آدم میتونه تو سکوت بره یه دفعه بگه منم ارباب حسین. من 7 سالگی که همیشه تکواندو بودم، یعنی من عمرم رو گذاشتم تو ورزش. یه عمر ورزش کردم که امروز پرچم محسن رو بردم. بعد از مسابقه من در قفس وا میشه، 20 نفر میریزن سر منو خوب میزنن اونجا و ما با این سختی ها میریم. الان بحث روز دنیا چیه؟ مدافعان حرمه. کی داره شهید میشه؟ کی داره میجنگه؟ چرا داعش وارد ایران نمیشه؟ داعش تو اون ور دنیا رفت، بغل گوش ماست. پرچم آقا حسین رو میفهمم، این خیلی ها میفهمن، اما خب مثلا میگن دیگه حضرت آقا دیگه چرا حالا مثلا دیگه چرا سیاسیش میکنیم؟ مثلا توی خونه چند تا پدره؟ یه پدر. ما یه پدر تو مملکت خودمون داریم هست. حقیقه باشه اسم پدرمون هم نبریم بالا دیگه چیکار باید کنیم؟ آخر بازی من که من بردم گفتم لباسو فقط به من بدین، چون یه تایمی داشت. اون لباس رو 4 تا دوربین 2 طرف 4 طرف نشون دادم، پرچمو باز